فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سال بعدی بیننده که بالاخره بر اساس پیشرفت دوره و مسائل و بعضی امورایی که در دنیا پیشرفت کرده و شاید حتی در قدیم همچنین چیزی وجود داشته، در مورد تحصیل و علاوه بر تحصیل کار کردن زنان است. یعنی سوالشون این است که نظر اسلام در رابطه با تحصیل و کار کردن برای زنان چیست؟ بفرمایید. در مورد حقوق زنان در اسلام به اندازه‌ای که اسلام حقوق زن را مراعات کرده و به زن قدر و منزلت داده، در هیچ یکی از ادیان گذشته یا حتی قوانین وضعی و ساخته و پرداخته دست بشر امروزی هم چنین حقوقی برای زن تعریف نشده. نه تنها که از دیدگاه اسلام آموزش برای زن ممنوعیتی ندارد، تعلیم و خواندن، مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن برای زن هیچ گونه ممنوعیتی را ندارد، بلکه از دیدگاه اسلام واجب هست که زن در واقع تعلیم ببیند، آموزش ببیند، به مدرسه برود، به دانشگاه برود تا اینکه واجبات خودش رو یاد بگیرند. همون گونه که مرد در واقع یک واجباتی بر عهدهش هست، یک سری حقوقی اهم از حقوق الله که بر عهده انسان هست، اهم از حقوق همسایگان یا حقوق پدر و مادر، برادر و خواهر و بقیه خویشاوندان که بر عهده انسان هست. انسان تا زمانی که نرود دنبال تحصیل و دانش و علم را فرا نگیرد، به هیچ عنوان نمیتواند که نه حقوق خودش را بشناسد، نه حقوق خدا را بشناسد و نه حقوق همسایگان و بقیه بندگان خداوند متعال را بشناسد. تمام گونه که احکامی برای مرد لازم هست، احکام نماز و روزه و زکات و حج و بقیه آداب و احکام اسلامی بر مرد هم بر زن هم لازم هست و بر زن واجب هست که برود و این احکام شرعی رو حتما باید فرا بگیرد. نه تنها این که دین مبین اسلام مانع از خواندن و در واقع تحصیل زن نیست، بلکه از دیدگاه اسلام لازم هست که زن برود حداقل در مواردی که بر اون واجب هست به اندازه که بتواند حکم خدا رو انجام بدهد و حقوق الله و بندگان الله را در واقع پرداخت بکند، در این زمینه برود و تحصیل بکند. و همچنین در موارد دیگری که نیاز هست به زنان که باید بروند تحصیل بکنند، مثلا در مواردی که نیاز هست مثلا پزشک بشوند و مدرس و معلم باشند برای زنان، یا اینکه در بیمارستان ها کار بکنند، مواردی که اختصاص به بانوان داره، اینها جز مواردی هست که لازم هست، اصلا فرض کفایه هست که باید زنانی و دخترانی از هر جامعه‌ای و از هر منطقه‌ای باید بروند این امور را یاد بگیرند تا اینکه زنان مسلمان مجبور نشوند که برای آموزش و یاد گرفتن احکام دینشان یا برای معالجه و مداوای خودشون پیش مردها بروند و پیش افراد نامحرم در واقع مجبور بشوند که بروند و مراجعه بکنند. پس بنابراین حکم تحصیل زن برای علم برای زن از دیدگاه اسلام نه تنها جایز هست بلکه فراتر از این واجب هم هست. این در مورد تحصیل علم است. اما در مورد کار کردن زن از دیدگاه اسلام هیچ ممنوعیتی وجود ندارد که زن برود و کار بکند. یعنی کار کردن زن و اشتغال زن از دیدگاه اسلام حرام نیست، یک کار حرام نیست، بلکه برعکسش یک کار جایزی هست و مباح. منتها در این زمینه باید یک سری شرایطی رو باید در نظر داشت، یک سری قیودی رو که در این زمینه وجود دارند اینها رو انسان باید در نظر داشته باشه. من جمله این که کاری که زن انجام میدهد باید مناسب با طبیعت و حال زن باشه، نه اینکه کار سختی باشه، کاری که مردها از پس اون بر نمیاند اینو ما محول بکنیم به زنها، یا کاری باشه که کرامت زن را، شرافت زن را، عفت و پاکدامنی زن را یا حتی وضعیت جسمانی زن را زیر سوال ببرد و خدشه‌دار بکند. کاری باشه که مناسب با خود جایگاه اون زن باشه، به عنوان معلم باشه، به عنوان مدرس باشه، به عنوان اینکه در یک مؤسسه مثلا بتونه یک کاری رو انجام بده، یا پزشک زنان باشه، معلم زنان باشه، یا کارهای دیگری و اجتماعی رو که یک زن میتونه اونها رو انجام بده. دوم این که این کاری رو که زن انجام میدهد مبادا این کارش موجب بشود که وظیفه اصلی این زن رو تحت تاثیر قرار بدهد. وظیفه اصلیش در واقع پرورش فرزندان و تربیت فرزندانش هست و رسیدگی به امور خانواده هست. این گونه نباشد که به بهانه کار اون حقوق زناشویی رو که بر عهده‌اش هست،
حقوق فرزندانی رو که بر عهدهش هستند تعلیم و تربیت فرزندانش اونها رو زیر سوال ببرند. و شرط سومش این است که ولی باید اجازه بدهد، اهم از این که ولیش پدرش باشد یا افراد دیگر باشد یا اینکه شوهرش باشد، همراه با این اجازه شوهر و ولی باید این کار رو انجام بدهد. مورد چهارم و شرط چهارم این است که این کار نباید سبب بشود که این زن با یک مرد خلوت بکند. خلوت زن و مرد بیگانه در یک جا کاملا حرام هست و تحت هیچ شرایطی جایز نیست، حتما باید همراه با محرم باشد. اگر کاری به این گونه هست که دو نفر، یک زن و مرد تنها هستند و در خلوت میکنند در یک جای، قطعا این ضربه میزند به آبرو و حیثیت چنین زنی، ناموسش را زیر سوال میبرد، پس بنابراین جایز نیست. و همچنین شرط پنجم و شرط آخر این است که زن به اصطلاح مراعات حجاب و اون حشمت اسلامی رو حتما باید بکند، به گونه‌ای نباشد که به بهانه کار این زن برود و تبرج بکند و سفور و خودنمایی در واقع بکند. اگر این موارد را زنی در واقع مراعات بکند و اضافه بر این زن نیاز داشته باشد، هیچ گونه ممانعتی از نظر شرعی وجود نداره که زن برود کار بکنند. اما اگر یک زنی واقعا زندگیش تأمین هست، چه از جانب پدرش تأمین هست، چه از جانب در واقع شوهرش یا فرزندانش تأمین هست و هیچ گونه نیازی وجود نداره که زن برود برای کار یا مشغولیت‌ها و شغل‌های دیگری رو انتخاب بکند، پس بنابراین مناسب هم نیست. و این بهتر و اولاتر برای زنی که زندگیش تأمین هست و نیازی به مال ندارد و فرزندانش یا پدر و مادرش یا شوهر زندگیش رو تأمین کرده، اولاتر و بهتر است که کار خارج از منزل انجام ندهد. اما اگر زنی واقعا نیاز داشته باشد، با این شرایطی که من عرض کردم، هیچ گونه اشکال شرعی وجود ندارد و زن میتواند بیرون از منزل برود و اشتغال داشته باشد.